علی توتیان هستم، دبیر دبیرستان‌های کوکتلام. حدود 25 سال اینجا زندگی میکنم با خانواده، همسرم و 2 فرزندم و از اینکه مهاجرت کردم به کانادا خوشحالم. انسان باید مهاجر باشه که مهاجرت بکنه. من نگران این نبودم که عزیزانم رو در ایران میذارم و میرم. بیشتر از این خوشحال بودم که عزیزان جدیدی رو در اون فضای جدید پیدا خواهم کرد. اجباراً کسی نیستش که از کشور خودش خسته شده. کسیه که دنبال تنوع جدیده، دنبال شروع جدیده. من شخصاً هم شروع جدید رو اینجا امتحان کردم. در ایران مدرک مهندسی داشتم از دانشگاه کرمان، مهندس متالورژ بودم، ولی اینجا اصلاً دنبال اون نرفتم. معلم شدم، رفتم دانشگاه سیمون فریزر، مدرک معلمی گرفتم و بیش از 20 ساله در آموزش پرورش کوکتلام سابقه تدریس ریاضی در دبیرستان دارم. خیلی عجیبه و حالا جالب بهتون بگم که در پارسال تا حالا تصمیم گرفتم اون رو هم عوض کنم. برای 20 سال واقعا میخوام استعفا بدم، یعنی خودم رو بازنشسته بکنم و میخوام برم فنس بزنم، به خاطر اینکه میخوام حالا بیرون باشم. بعد از اینکه 20 سال توی اتاق بودم، از خونه رفتم توی مدرسه اومدم خونه، حالا میخوام بیرون باشم، بارون بیاد رو سرم بریزه، آفتاب بخورم. مهاجر به همچین فردی باشه، منتظر و در صدد ایجاد تحول و تغییر در زندگی. من شخصا از اینکه یه کاری رو در دراز مدت انجام بدم خسته میشم. بعضی از دوستان میگن که ما هر دفعه تو رو میبینیم 4 تا دوست جدید داری. آره، دوست جدید خیلی خوبه و با دوستان قدیم هماهنگ میکنی، ایجاد نتورک میکنی به قول اینجایی ها و
در حقیقت شانس تجارب جدیدتر داری. اونی که منو جذب خودش میکنه همین آخریه است، شانس تجربه کردن جای جدید، فرهنگ جدید، خصوصا اونایی که به کانادا میان که به قول معروف کشور چند فرهنگی است و چندش بالای 100 و هر کدوم از این فرهنگ‌ها هم بخوای روش یه سال وقت بذاری یاد بگیری 100 سال نیاز داری و ببینید چقدر جذابیت داره برای کسی که دنبال تنوع است. مرسی. کات نمیزنم، همین ادامهش به من بگین راجع به حالا پوینت منفی که اینجا خیلی یهو گیرتون انداخته تو این 20 خورده سال. ما پوینت منفی این بوده که همه مثل هم فکر نمی کنیم. به عنوان مثال اینطور در نظر نگیرید که اگر یک زن و شوهر به عنوان مثال با هم میان، دو تا برادر هستن با هم میان، اون دو مهاجرت رو به یک مدل نگاهش میکنن. یکی ممکنه ایجاد سرخوردگی براش داشته باشه، یکی ممکنه ایجاد تنوع جذابیتی داشته باشه براش که اصلا احساس سرخوردگی نکنه. لذا من احساس میکنم یه سری داده های زندگی متفاوت میشه چون دریافت ها دیگه متفاوت شده، یا شاید اشتباه گفتم، دریافت های زندگی متفاوت میشه چون داده ها متفاوت شده. تو امر جدید اگر با هم دیگه تفاهم نداشته باشن بعد میذارنش به حساب مهاجرت. یه جوری هم شاید غلط نیست، تو ایران در شرایطش قرار نگرفته بودن، حالا میذارن به عنوان مهاجرت و فکر میکنن که این هم پارتنر من مثلا دیگه با من خوب نیست. البته این در مورد من صادق نیست، من با همسرم زندگی میکنیم و بچه دوممون هم همینجا به دنیا اومد و ولی من دیدم که خانواده ها از این موضوع در حقیقت زجر میکشن یه مقداری، حالا کم و زیاد، و بعضا اینجا دچار سردرگمی هستن که آیا من با این مهاجرت دارم زندگی خودم رو بهتر میکنم یا بدتر. این برمیگرده به این که اون دو نفر باور کنن که اومدن برای یه چیز جدید و هر دو آماده باشن که در این فضای جدید تعریفشون متفاوت میشه. من همون همسری که در ایران همسری بودم دیگه نیستم، من همون همسری هم که حالا در کانادا همسرم. آیا آماده یک همسر جدید هستی یا نیستی؟ اگر این آمادگی موجود باشه، منو با اون فضای جدید، در این فضای جدید و با این شرایط جدید، حالا میتونید 2 مرتبه خواستگاری مثلا منو اونجا بپذیری، 2 مرتبه منو بپذیری که خیلی همچین قشنگیه، چون که منو خیلی خوب میشناسی، حالا داری سری چیزای جدید و عکس العملای جدید من رو هم میبینی. به قول معروف آب نبوده که اون بر من شنا کنم، حالا اگر اینجا آب هست من میخوام شنا کنم، خب بذار من شنا کنم، تو هم خواستی شنا کن. من فکر میکنم که من منفی نمیبینمش، ولی خانواده گهگاه ازش دچار به قول معروف معضلاتی شدن. فیروز جان اگر امروز به من باختی حتما بیا بعداً باهات بازی میکنم. علی آقا من اگه به شما بگذارم که دیگه بازی نمیکنم کلا. کمه شمایی. با اجازه علی آقا. خواهش میکنم. یکی دیگه دارم آره؟ یا دوت سه تا 4 تا. چقدر مسخره میده این 6 تا، خیلی عجیبه، خیلی عجیب. این 4، این 6.
یک، این ست، جات ماشاءالله. چهار، سه، یک و دو، جفت چهار، سه، دو. به مرسی. دار شما قشنگ‌تر. 6 و 2 خیلی هم عالی. یک و 6. کار کنم با این من؟ خب 3 با 2 5 6 و 1 یک دیگه میخواد نده اینو بزنم. این 6 و این 4 خوب نشستی و زدی. دست نشونین. این 4 و اینم 2. نه الان قرار جفتا بهم بده. نامن نگهش دار ببینیم. حالا دیگه بالاخره 6 و 1 هم نداد. باز من چیز کنم. تو میشینی بعد اونجا میخوای بری اونجا اونطوری میشه. این 1 این 6 5 6
5 و 4 5 و 4 5 بسته. بعد بیایش چاره نداری. یکی و 3 تا جفت 5 که میخواد این هیرو بیر. میخوای بدی من اینو اینجا بشینم یا میخوای بگی این 1 و این 2؟ نه میخواد اینو بده اینجا. 5 و 4 این 5 این 4 3 با 2 زشته. این 2 این 3 این 4 این 4 این 3 بفهم. همش مال شماست. دوی برنده. ببخشید آقا. میکنم نداد بزنمت. شرمندم من. اختیار داری حرفا چی؟ تاس کم کاری شیش شو. دوش هم خوب نیست آخه. این تاس خیلی بده. با 6 بده خیلی بده. 5 و 2 5 اینم 2. بفهم. 3 2 4 و 2 جفت 5 6 و 4 3 و 1 خب مارسی داره. 6 و 1 اوف 1 و 3 تا 4 تا حل آقا بریم مارس. نمیرسم. بله 3 شما سه و 1 ماشاءالله. شیش خوشم اومد عبازید. این 1 اینم 6 بازی درستی کردی. چطوره؟ یک 3 تا 4 تا 6 و 3 5 2 نداد دیگه. جفت 3 2 تا 3 تا 4 تا
این 3 این 5 این 2 تا اینم 2 تا خوشم نمیاد 6 3 نه هرچی بریزی دیگه برمیداری. آره هرچی بریزی برمیداری. الله. باشه. 4 تا جام. وایزه. چاکری. 6 2 اوه او تک ندیدی اصلا نرفتی ندارم راحت شدی 52 این 5 2 تاس بازیه ایزه میدیم بریزیم آقا ایزه میدیم 4 و 2 جفت 4 این 1 و این 2 و این 3 اینم 4 جفت 3 این 1 و این 2 و شما خیلی دست خطرناکه آها من یه دست میخوام نه؟ بله اوه خیلی مهمه که در نظر بگیری اوه راستم میگی البته اگرم بشینم اینجا آقا بیا ریسکش بکنی برو بریم اینم 2 تا 3 شاید تونستم مارس کنم ولی خیلی دستش قشنگه آخه 5 و 1 6 جفت من تک دادم بهم ریسکمو خواستم بکنم بگی تک نه که من خیلی تاس میارم بزنم نه دیگه خواستم نصف بازی تماشاچیه خواستم چیز کنم دیگه 5 1 داد من خواستم دیگه بالاخره 6 بشه حال کن جفت 3 هیچ اوه 2 تا مهره برداشتی دیگه میتونم ببازم من دستو اصلا والا بهش میگن چی جعفری؟ بهش میگن من طمع کردم آره نه خواستن که گفتن که 6 تایی هم میشه انجام داد آره مزه 6 تایی مزه دندونم بفهم شما 6 و 5 من تک دادم آخه 4 تاش بازیه آه نه یهو کامبک میزنه نه شما فکرم دستو بردی اوه مای گاد 3 و 2 5 1 بسته نه نمیرسم 6 و 4 2 تا جفت میخوام یه دونه جفت میخوام یه دونه جفت میخوام آره یه جفت میخوام 2 و 1 6 و 1 اینم یه جفت
نه شما یک شدی آقا. 4-1 4-1 عالیه. بسیار عالی. یک و دو و سه و چهار. سه نه 6 و 5 میاری. 4 و 3 آوردم. 7 5 و 6 میاد بیرون. اومدی بیرون؟ 2 و 1. تنها تاسی که ممکن من بده من اذیت کنه. این چی میگم که نه در برم. علی آقا یه بارم بالاخره تاس بعد بیاد. آره میگم تنها تاسی که میتونست من اذیت کنه. نداد که البته بزنی. همه زحمت هم کشیدی یا. صبر کن علی آقا من 4م. ببخشید. شهرمند. هول شدم یه مرتبه. 5 و 6 4 1 5. 6 و 4. خب این که 6 نیست، این 6ه. این هم 4ه. شیش و 1 بیام اینو اینجا یا اینو بیام اینجا. اینو بیام اینجا بهتره. 5 و 1 5. ریسکش بالاست. شیش و 2. این 6 و 2. درم. نه جانس آوردم. این 1. اینم 3. دست من هنوز خرابه. تو امید داری. این 5 این 2. یک و 2 و نم 4. آره. با همون دست قبل. نه جفت پنجه. اون دستم جفت پنجه من اذیت کرد. این 2 تا 5. اینم 2 تا 5. میشه جونت اگر بیاری نشه جون. نداد ولی رفتی تو. 1 و 2 و 3 و 1 عقب‌تر از اینجا. 2 تا 3 تا. مرسی شما درست گفتی. 6 و 2. من 5 تا برداشتم. خیلی بد نیست. گاز بده نه دیگه من باختم. دوش کن. قبول آقا. عالی. مرسی. خب تکون نخوری صداتون وصله. بازی خوب بود. هوا عالیه. حریف خیلی با کلاسه. همین کافیه. عزیز.
و فیروز جان؟ آقا اون کوری که من اول خوندم اون حرف من نبود، من پس میگیرم. بازم میخواد با هم بازی کنه. پس باحال بود بازی. خیلی هم خوبه، من خوشم اومد. بازی باحال بود، من واقعا لذت بردم.